اگه توی دهه 20 زندگیت هستی این ویدیو رو تا آخر ببین، شاید نجاتت بده. میخوام یه چیزایی رو بهت بگم که اگه انجامشون بدی به احتمال زیاد بعدن قرار نیست دیگه حسرت بخوری. کاش یه نفر بود اینا رو قبلا به خودم میگفت. خب بگذاریم. ببین، بازه 20 تا 30 سالگی تقریبا مهمترین زمان زندگیته. اینکه چه آینده‌ای قرار داشته باشی و 10 سال دیگه تو چه موقعیتی باشی خیلی به الانت بستگی داره. خیلی‌ها این طرز فکر رو دارن که میگن بابا بی خیال، وقت خوشگذرونیه. ولی از من میشنوی اصلا اینطور نیست. نه اینکه بگم 24 ساعت کار کن و درس بخون، اما مواردی هست که نباید نادیدشون بگیری. یه چیزی رو بذار همین اول بهت بگم. اگه تا الان به خاطر کارهایی که کردی و نکردی پشیمونی، از همین الان گذشته رو رها کن. چون این فکر پشیمونی باعث میشه درجا بزنی و نتونی از لحظات استفاده کنی. خودتو بابت گذشتت سرزنش نکن. تو توی اون لحظه بهترین کاریو که بلد بودی انجام دادی. سعی کن به جای پشیمونی از تجربه ها درس بگیری. مورد بعدی که ممکنه باعث بشه یه آدم توی زندگیش درجا بزنه اینه که توی غم و ناراحتیش گیر کنه. یه رابطه بد داشتی، پدر و مادرت تو بچگی باهات خوب رفتار نکردن، دوستات تنهات گذاشتن. به جای اینکه تو اون لحظه گیر کنی و هر روز به خاطرشون غصه بخوری، اون آدما رو ببخش و ازشون بگذر. بخشیدن اونا به این معنی نیست که دوباره اجازه بدی بهت ضربه بزنن، بلکه به این دلیله که بتونی خودتو دوباره بسازی و رو به جلو حرکت کنی. کسب درآمد رو یاد بگیر. از همین الان توی هر سنی که هستی سعی کن کم کم شروع کنی به پول درآوردن. قرار نیست از الان درآمد آنچنانی داشته باشی، ولی خودتو توی مسیر استقلال مالی قرار بده، چون این قرار خیلی بهت کمک کنه. روی خودت تا میتونی سرمایه گذاری کن. شاید خیلی از همسن و سالات دارن جوری زندگی میکنن که انگار آینده‌ای در کار نیست و فقط به فکر خوشگذرونی هن. ولی بذار که حقیقتی رو بهت بگم. هرچی که زمان بگذره صبر و حوصله و انرژی تو کمتر میشه. پس الان بهترین فرصته که مهارت مورد علاقت رو یاد بگیری، زبان انگلیسی تو تقویت کنی، روی رشد فردیت کار کنی و عضله بسازی. آره، مطمئنم نمیخوای توی 50 سالگی با عصا راه بری. از فضای مجازی دوری کن. مغز تو مثل عضله است. هرچی بیشتر ازش کار بکشی فعالتر و خلاقتر میشه. و نکته اینجاست که فضای مجازی میتونه عملکرد مغز تو رو کند کنه و تمرکز تو پایین بیاره. تو هر بار که میری تو فضای مجازی صدها ویدیوی کوتاه با محتوای متفاوت میبینی و توی 10 دقیقه کلی اطلاعات مختلف و در هم وارد مغزت میشه و همین باعث میشه که دیگه نتونی به راحتی روی موضوع خاص تمرکز کنی. برای خودت محدودیت نذار. از اشتباه کردن نترس. کارهای جدید رو امتحان کن. اگه میترسی فقط انجامشون بده تا ببین که یهویی ترست ناپدید میشه. ببین، ما فقط یه بار فرصت زندگی داریم. به نظرت حیف نیست که به خاطر یه سری ترسای الکی و بیخود خودمون از انجام کاری که همیشه میخواستیم منع کنیم؟ اگه نمیدونی هدف چیه و از زندگی چی میخوای، فقط کاری که میدونی درست نیست و انجام نده. یعنی عادتهای منفی رو بذار کنار. خوابیدن تا لنگ ظهر، اسکرول کردن مداوم، خوردن غذاهایی که هر روز چاق‌ترت میکنه و خودت بهتر میدونی. و آخرین چیزی که میخوام بهت بگم مهمترینشه. از روانت مراقبت کن. اگه حس میکنی توی دوره از زندگیت گیر کردی که مشکلات داره خفت میکنه، با یه مشاور صحبت کن. چون گاهی فقط همین صحبت کردن باعث میشه که بفهمیم مشکلاتمون واقعا اونقدر حل نشدنی نیستن. خب، به آخرش رسیدیم. اگه این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنی. تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش.